به نام خدا، مهراد حاصلی هستم و با ارائه پروژه درس طرح پست‌های فشارخطی دکتر نفیسی در خدمتتون. این ارائه درباره آزمون قوس داخلی یا اینترنال آرک از استاندارد IEC 62271 بخش 200 است. خب در ابتدا ببینیم که در ادامه ارائه قرار به چه مباحثی بپردازیم. در اول ارائه به یه مقدمه شرح میدیم که درباره اینه که حالا این تابلوهای فشار متوسط چیان، چه کاربردی دارن و اصلا چرا ما باید همچین آزمونی رو از این تجهیزات بگیریم. در بخش دوم وسیله مورد آزمون رو توضیح میدیم که همون تابلوهای فشار متوسط هستن. در بخش سوم قوس داخلی رو میایم توضیح میدیم که اصلا چیه و باعث چه اتفاقاتی میشه در داخل تجهیزمون. و در قسمت چهارم به آزمون قوس داخلی میپردازیم که چطوری این آزمون رو میگیرن و اصلا چه فایده‌ای داره. و در قسمت پنجم هم معیارهای قبولی تجهیز در این آزمون رو توضیح. خب به طور کلی تابلوهای فشار متوسط وظیفهشون کنترل، حفاظت و توزیع انرژی الکتریکی در سیستممون هست که اگر خوب و درست کار بکنه قابلیت اطمینان شبکه بالا میره و همچنین خسارات ناشی از خطای الکتریکی توی سیستممون کاهش پیدا میکنه. همونطور که میبینید این یه شکلی از یه تابلوی فشار متوسط. به طور کلی اگه بخوایم بگیم که قوس الکتریکی چه اتفاقی رو رقم میزنه، باید بگیم که اگر قوس الکتریکی یا همون شورت سیرکت در تجهیزمون اتفاق بیفته، دما و فشار به صورت خیلی زیادی بالا میره که این باعث میشه که به تجهیزاتمون آسیب برسه و ایجاد خطر واسه اپراتور بکنه. به طور مثال امکان داره اون گرما به اپراتور آسیب بزنه یا حتی اون انفجار یا پرتاب ذرات و قطعات خطرناک به اپراتورمون آسیب بزنه. وسیله مورد آزمونمون تا همونطور که گفتم تابلوهای فشار متوسطه که یکی از تجهیزات اصلی شبکه قدرت. همونطوری هم که توی اسلاید اول گفتم برای کنترل، حفاظت و توزیع انرژی الکتریکی به کار میره و در سطح ولتاژی بین 1 تا 52 کیلوولت هست. از اجزای تشکیل دهنده این تابلو میشه به باسبار، کلید قدرت، محفظه کاب، تجهیزات اندازه‌گیری و تجهیزات کنترلی اشاره کرد. باسبار به معنای اون پروفیل ها یا قطعات مسی یا آلومینیومی هستند که انرژی رو از سیستم به داخل تابلومون انتقال میدن. جنسشون رو که گفتم آلومینیوم یا مس هست. کلید قدرت از اصلی ترین تجهیزات داخل این تابلو هستند که وظیفه‌شون قطع و وصل جریان یا در موارد اتصال کوتاه قطع جریان اتصال کوتاه. و محفظه کاب محفظه‌ای هست که توش اتصالات و سیم ها تعبیه شدن و باید طوری تعبیه بشه که برای استفاده اپراتور مناسب و بدون خطر. تجهیزات اندازه‌گیری و تجهیزات کنترلی هم مانند تجهیزات اندازه‌گیری ولتاژ یا جریان هستند که برای کنترل تابلومون میتونه حیاتی باشه. این هم یه تصویر دیگه ای از تابلوی فشار متوسط هست. به طور کلی تابلوهای فشار متوسط کاربردهای متفاوتی دارن که توی این جدول میشه به چند تا از اونها اشاره کرد. به طور مثال توی پست‌های برق وظیفه اصلیشون توزیع انرژی و حفاظت از شبکه هست، به طوری که اگه فالتی داخل پست یا حالا سیستم اتفاق بیفته، این تابلوها از آسیب رسیدن به تجهیزات دیگه جلوگیری میکنن بر اثر حالا اون خطا. توی نیروگاه‌ها کنترل و حفاظت تجهیزات تولید مانند ژنراتورها یا تجهیزات دیگه‌ای رو بر عهده دارن. در صنایع بزرگ تغذیه موتورهای فشار متوسط یا به طور کلی حالا امکان داره تغذیه کل شرکت رو به وسیله این تابلوها انجام بده. توی بیمارستان‌ها هم تامین برق تجهیزات حساس به طوری که نباید قطع و باید حفاظت خاصی روشون باشه رو بر عهده دارن و در مراکز داده هم افزایش قابلیت اطمینان شبکه رو بر عهده دارن تا حالا اون دیتا سنترها بی برق نشه. به طور کلی نمای داخلی یک تابلو فشار متوسط به این صورت است که تشکیل شده از باسبارها، کلیدهای قدرت، CTPT و اجزای دیگه هستند.
نمونه از بازبارها را در تصویر سمت راست مشاهده میکنید که از جنس مس هست. به طور کلی تابلوهای فشار متوسط به 3 دسته تقسیم میشن. تابلوهایی که عایقشون هوا هست یا AIS که به این معنی است که اتصالات و تجهیزات به وسیله عایق هوا از همدیگه تفکیک شدن. تابلوهای عایق گاز یا GIF که اینا به وسیله گازهای خاصی مثل SF6 باعث شده که تجهیزات و اتصالات از هم عایق بشن، و تابلوهای هیبریدی که از ترکیب عایق هوا و عایق گاز استفاده میکنن. توی این شکل هم یه تصویر از تابلوهای عایق گازی رو می‌بینید. حالا بپردازیم به اینکه قوس الکتریکی چیه. قوس الکتریکی در اثر از بین رفتن خاصیت عایقی هوا یا مواد عایقی، همونطور که توی اسلاید قبل اشاره کردم، رخ میدن که باعث میشه که جریان از مسیر یونیزه شده بین دو تا هادی و بین اون حالا فضایی که با حالا عایق پر شده بود عبور کنه. یعنی چی؟ یعنی که هوا یا حالا اون عایق یونیزه میشه بابت حالا هر اتفاق، فرسودگی باشه، گرد و غبار باشه، حالا بهش میپردازیم، و جریان دیگه از مسیر اصلی خودش عبور نکنه و از بین این دوتا اتصال از طریق این هادی یونیزه شده، از طریق این عایق یونیزه شده عبور کنه و بر اثر این دمای بسیار بالایی ایجاد میکنه، نور شدید ایجاد میکنه و افزایش سریع فشار رو داره. حالا این اتفاقا بابت اون عبور الکترون ها از اون مسیر یونیزه شده هستن دیگه، که این باعث چه اتفاقاتی میشه؟ باعث اتفاقاتی مثل ذوب شدن قطعات فلزی، آسیب دیدن تجهیزات یا ایجاد خطر جدی برای افراد میشه. همونطور که توی اون اسلاید اول هم گفتم، باعث میشه که امکان داره که یه تیکه هایی از اون تابلو کنده بشه و به بیرون پرتاب شه، که این باعث میشه که خطر جانی و جدی واسه افراد دور و برش مثل اپراتوراش داشته باشه. حالا عوامل ایجاد قوس الکتریکی چیه که گفتیم بهش میپردازیم؟ خرابی عایق فرسوده باشه، شل بودن اتصالات، مثلا اتصالات اگه شل بوده باشه به همدیگه از فاصله طراحی شده نزدیکتر بشن و باعث بشه که شکست عایقی رخ بده. ورود گرد و غبار باعث میشه که خلوص عایق اون بیاد پایین و باعث اتصال کوتاه یا قوس الکتریکی بشه. فرسودگی تجهیزات رو داریم، امکان داره بر اثر خطا یا اتفاقی اضافه ولتاژ بیفته روی تجهیزاتمون و باعث قوس الکتریکی بشه. رطوبت باعث این میشه که تحمل عایقی عایق هامون پایین بیاد و احتمال قوس الکتریکی رو بیشتر کنه، یا حتی خطای انسانی باعث بشه که قوس الکتریکی ایجاد بشه. قوس الکتریکی همونطور که گفتیم افزایش شدید دم و فشار داخل تابلو رو به همراه داره که با این اتفاقا نور شدید و امواج صوتی ایجاد میشه که این باعث پرتاب شدن ذرات داغ فلزی میشه که همونطور که گفتیم میتونه باعث به وجود آمدن خطر واسه حالا اپراتور یا اطراف دور تابلو داشته باشه. همونطور که توی تصویر داریم میبینیم این یک تابلویی که باعث قوس الکتریکی شده و همونطور که مشخص است، اگر من بتونم نشون بدم، همونطور که مشخص است در این نقطه باعث شده که حالا صفحه تابلو تقریبا سوراخ بشه و این امکان داره که پرتاب ذرات داغ فلزی از درون تابلو به بیرون پرتاب بشه. خب حالا ببینیم که آزمون قوس داخلی چی هست. توی این آزمون میان داخل محفظه تابلو یه قوس الکتریکی کنترل شده ایجاد میکنن و رفتار تابلو نسبت به این قوس الکتریکی رو از لحاظ افزایش فشار و دما بررسی میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان میبینن که از لحاظ استحکام مکانیکی، نحوه خروج گازهای داغ، حفظ ایمنی اپراتور و به طور کلی عملکرد اجزای مختلف تابلو چه رفتاری تابلو نشون داده. همچنین در اطراف تابلو میان پارچه‌های نشانگری نصب میکنن تا در صورت آتیش گرفتن این تابلوها بفهمن که خب این گازهای داغ و این دمای بالا باعث میشه که اطراف تابلو خطر ایجاد شده باشه و پس در نتیجه میفهمیم که واسه اپراتورها هم خطر ایجاد میشه در صورت این اتفاق. پس به طور کلی چی شد؟ میان تابلو رو آماده سازی میکنن، شرایط آزمون رو تنظیم میکنن، مثل همین نصب پارچه ها قوس رو به صورت کنترل شده ایجاد میکنن و رفتار تابلو از لحاظ خروج گازهای داغ، استحکام مکانیکی و حالا
شاخصهای دیگه بررسی میکنه. همونطور که توی این تصویر میبینید این یک ستاپ واسه آزمون قوس داخلی است که تابلو داخل این محفظه قرار میگیره، دورش پارچه ها نصب میشه و قوس الکتریکی ایجاد میشه. حالا معیارهای قبولی چیه؟ به طور کلی از لحاظ فیزیکی درها و پوشش های تابلو نباید بر اثر فشار باز شه یا از جای خودش جدا بشه یا در بیاد یا آسیب ببینه. قطعات خطرناک نباید به بیرون از تابلو پرتاب بشه که باعث به خطر افتادن افراد دور تابلو بشه و بدنه تابلو نباید دچار پارگی و یا ایجاد دهانه یا سوراخی بشه که شعله یا گاز داغ مستقیما به بیرون بیاد و همچنین پارچه‌های نشانگر نصب شده در اطراف تابلو نباید بر اثر شعله گازهای داغ مشتعل شود. همچنین همون کارکرد عملکرد درست اجزا در حین و بعد قوس باید به این هم اشاره کنیم که سیستم اتصال به زمین در طول آزمون و بعدش باید سالم بماند و عملکرد حفاظتیش رو داشته باشه. حالا به طور کلی اگر این تابلو در این آزمون ها قبول بشه برای تابلو گواهی آزمون قوس داخلی یا internal arc classification صادر میشه که از چند تا بخش تشکیل شده. این گواهینامه نوع دسترسی که به معنی اینه که خب با یه حرف نشون داده میشه A یا B، به این معنی که A اگر این تابلو مناسب افراد اپراتور و خاص هست، یعنی فقط افراد خاص مجوز دارن که بهش نزدیک بشن یا باش کار کنن، یا بی که به واسه عموم آزاده، به معنای اینکه تابلوهایی که در انظار عمومی یا حالا در محلهای عمومی هستن باید سرتیفیکیشن بی رو داشته باشن. جهت‌های حفاظت شده یعنی که تابلو در چه جهت‌هایی از خودش آزمون ازش گرفته شده و آزمون رو قبول شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا L یا لترال بوده، یعنی با L نشون میدن، عقبش یا ر، و F یا فرانتش بوده که اینا ایمنیشو داشته و آزمون رو قبول کرد. همچنین جریان اتصال کوتاهی که به تابلو وارد شده و مدت زمان تحمل قوس رو توی این گواهی ثبت میکنه. به طور کلی این گواهی یک شناسه داره که اون شناسه مثلا اینطوریه: IAC همون حالا گواهی، A به معنای آنکه نوع دسترسیش واسه اپراتوره، FLR یعنی که از تمام جهات چه جانبی چه عقب چه جلو بررسی شده و اوکی بوده، 25 کیلو آمپر بهش وارد شده به مدت 1 ثانیه و تونسته این آزمون رو تحمل کنه. در این صورت میگیم که این تابلو این آزمون رو قبول شده و ما میتونیم از این تابلو به صورت عملی استفاده کنیم. لازم به ذکره که این آزمون از آزمون‌های تایپ تست هست و فقط در قبل بهره برداری و موقع ساخت از تابلو گرفته میشه. همچنین منابع استفاده شده واسه این ارائه همون استاندارد IEC 60271 قسمت 200 بود که واسه تابلوهای 1 کیلوولت تا 52 کیلوولت هست. با تشکر از توجهشون.